دولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طوری هم که پیش بینی کرده بودیم صبح 4 نوامبر سال 2022 در چند قسمت جمهوری از جمله در نویه درواز و نوروبود و لبجر سیل روها رو بست و در دهه میرزا در کنار روغون یک تپه به بالای دهه میرزا سرازیر شده 2 خانه رو قسما ویران کرده است. بنا به اطلاع کمیته دولت‌های فوق‌العاده صبح 4 نوامبر در کیلومتر 351 و 355 راه دوشنبه کلوب درواز بر اثر بارشات شدید سیل آمده رو بست. گفته می شود رو علاقه توزیع کردن و حرکت نقلیات را برقرار کردند. ژورنالیست تاجیک خیرودشاه محمود با نشر یک ویدیو خبر داد که سیل در نزدیکی دهه دشتک نویه درواز حرکت نقلیات را مسدود کرده است. کمیته دولت‌های فوق‌العاده همچنین خبر دادند که در حدود دهه میرزای جماعت آب گرم در کنار شهر روغون یک تپه بالای ده سرازیر شده 2 خانه را قسما ویران کرده است. به خاطر جلوگیری از پیامدهای ناخوشتر ساکنان را به مکان امن کوچانیدند. رفع عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه میرزا ادامه دارد. همچنین بر اثر بارشات در کیلومترهای 83 و 85 در راه دوشنبه وحدت رشت نیز سنگ ریخته سبب موقتا مسدود شدن راه شده است. رفع عاقبت‌های این آفت با جلب تکنیک مخصوص از خدمات راهسازی شهر روغون ادامه دارد. در کیلومترهای 94 و 95 راه وحدت رشت لخش در جماعت حکیمی نویه نوروبود نیز سیل آمده سبب بستن این قطعه راه شده است. همچنین از کیلومتر 2 تا 46 راه لبجر مرکز نویه سنگوار در پی بارشات بیست لای سنگ زیاد بر روی راه فرو ریخته راه را بست. رفع عاقبت‌های آفت طبیعی از جانب کارمندان خدمات دولت‌های فوق‌العاده و راهسازی نویه سنگوار ادامه دارد. خوشبختانه در این آفت‌های طبیعی کسی آسیب ندیده است.